سلام. خبرهای مهمی رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 12 ینور من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. با قرار دادگاه عالی تاجیکستان جریان مذهبی سلفیه یک سازمان اکستریمیستی اعلان شده متهمان عضویت در این حرکت ممنوع از روی ماده‌های تندگرایی و اکستریمیسم کودکس جنایی تاجیکستان محاکمه میشوند. در این باره امروز در برابر خبرنگاران مقامات دادگاه عالی تاجیکستان خبر داده تاکید نمودند که این قرار یک ماه پیش صادر شده است. سلفیه ینوری سال 2009 ممنوع اعلان شده. اولین افراد محکوم شده از روی این پرونده گروه به رهبری ایشان سیراج الدین بود. همچنین امروز رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت در دوام سال 2014 دادگاه‌های کشور بیش از 125,000 پرونده جنایی را بررسی کردند، ولی تنها از بالای 5% آنها به دادگاه عالی شکایت وارد شده است. 8714 دله شکایت شدگی، همش در بیکار شدگی 416 دله. تاجیکستان انتظار دارد که در روزهای نزدیک پاسخ مثبت ازبکستان را در مورد ساده کردن مقررات ویزا و برقراری پروازهای میان دوشنبه و تاشکند به دست می آورد. در این باره در صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان عبدالفیض عطایف خبر داد. اخیراً این موضوع در ملاقات معاون وزیر خارجه تاجیکستان پرویز دولتزاده و سفیر ازبکستان در دوشنبه شاه قاسم شاه اسلاموف بررسی شده است. مقامات تاجیکستان میگویند در نوبت اول میخواهند رفت و آمد شهروندان را آسان کرده بعداً به حل مسائل دیگری بین دو کشور پردازند. وکیل دفاع شهرت قدرتوف روز دوشنبه در دادگاه با سخن آخرین خود برآمد کرد و از دادگاه خواست که او را به دلیل اثبات نشدن اتهام دادن پاره آزاد کند. قدرتوف گفته است که دادگاه منصفانه برگزار نشد وگرنه می توانست بیگناه بودن او را ثابت کند. عیبدار کننده دولتی می خواهد وکیل دفاع منعقد دولت و حمایتچی منفعت‌های صاحبکار زندان زید سعیدوف را با اتهام دادن پاره به 15 سال زندان محکوم کند. انتظار می رود که حکم شهرت قدرتوف در روزهای نزدیک صادر شود. در دوام سال 2014 قرب سامانی در برابر دلار آمریکایی 11% کاهش یافته است. امروز یک دلار آمریکایی در بانک ملی تاجیکستان 5 سامانی و 31 درم ارزش داشت، در حالی که سال گذشته قرب سامانی در نسبت دلار آمریکایی 4 سامانی و 77 درم بود. این زمان قرب سامانی در مقابل روبل روسی 39% افزوده است. پایین روی قرب روبل روسی را در آخرهای سال 2014 با کم شدن قیمت نفت خام در بازار جهانی و جاری کردن تحریم ها در نسبت روسیه از جانب دولت های غربی ارتباط می دهند. به زودی مردم تاجیکستان نوشاکی خودی کوکاکولا را استعمال خواهند کرد. روز 12 ینور درباره امضا شدن قرارداد میان کمیته دولتی سرمایه گذاری تاجیکستان و شرکت ترکی کوکاکولا ایچچک خبری رسید که طبق آن ساختمان کارخانه تولید این نوشاکی معروف گازناک و هم نوشابه‌های دیگر شروع می شود. ساختمان کارخانه کوکاکولا در تاجیکستان سرمایه گذاری تا 50 میلیون دلار را تقاضا می کند. مقامات میگویند این کارخانه تا 500 نفر را با جای کار تامین خواهد کرد. خبر و ویدیوی بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه شما.